بار الها پروردگارا، تو میدانی که عشق حبیب تو در دلها موج میزنه. ای بار الها، ای بار الها، به قول همان صحابه طاعات شایسته و چندانی نداریم، نماز و روزه و زکات و حج درست نداریم. ای الله اینقدر میگوییم که عشق رسول الله در دلهای ماست. ای الله عشق رسول الله در دلهای ماست. ای الله حبیب تو فرمود المرء مع من احب، هر کس که کسی را دوست داشته باشه با او حشر میشه. یا الله حبیب تو را دوست داریم، رحمت للعالمین را دوست داریم. یا الله سردار دو جهان را دوست داریم. ای بار اله پروردگارا این جمع را مورد رحمت و مغفرت خود قرار بده. ای بار اله این جمع را مورد رحمت و مغفرت خود قرار بده. ای بار اله پروردگارا این جمعیت را در روز قیامت از شفاعت سرور سالار انبیا محروم نگردان.